منابع محلی از جوزجان میگویند که یک ارباب محل در این ولایت به قتل رسیده است. با نقل از منابع محلی، این ارباب محل حمیدالله نام داشت که شام روز گذشته در ولسوالی اقچه جوزجان کشته شده است. منابع می‌افزایند که او در خانه‌اش با ضرب گلوله کلاشینکوف توسط افرادی که یونیفرم طالبان تروریست را بر تن داشتند کشته شده است. به گفته منابع، این ارباب از طالبان اطاعت پذیری نداشت و قتل او می‌تواند کار این گروه جنایتکار باشد. منابع محلی در میدان وردک از زخمی شدن 4 کودک در پی انفجار ماین جاسازی شده سوی گروه جنایتکار طالبان در این ولایت خبر می‌دهند. به نقل از منابع معتبر محلی، این ماین توسط گروه طالبان قبل از اگوست 2021 کارگزاری شده بود که هدف این گروه تروریستی در آن زمان به خاک و خون کشیدن نیروهای امنیتی پیشین و مردم افغانستان بوده است. منابع می‌افزایند که آن ماین کارگزاری شده حالا در روستای علی خان ولسوالی چک میدان وردک منفجر شده است و 4 کودک را زخمی کرده است. منابع محلی در ننگرهار میگویند که یک جوان در این ولایت به گونه مرموز به قتل رسیده است. بعد نقل از منابع معتبر مردمی، این جوان که شهزاد نام داشت روز گذشته با ضرب چاقو از سوی کسانی کشته شده است که یونیفرم طالبان تروریست را بر تن داشتند. منابع می‌افزایند که این جوان در رشته طب درس خوانده بود و در روستای مزینه ولسوالی رودات ننگرهار به قتل رسیده است. منابع محلی گزارش دادند که یک عضو گروه طالبان در پروان تیرباران شده است. با نقل از منابع مردمی در محل، این عضو گروه طالبان که قاری زلمه نام داشت شب گذشته تیرباران شده است. منابع تصریح می‌کنند که این تروریست مشهور در خانه‌اش در روستای خانجانخیل ولسوالی سیدخیل پروان کشته شده است. منابع علاوه می‌کنند که این تروریست کشته شده در اذیت و آزار مردم محل و باجگیری و اخاذی و علت و کوب شهروندان نقش کلیدی داشت و ساکنان محل از شر وجودش به تنگ آمده بودند.